به خدا هر چقدر بیشتر بگردید به این نتیجه من بیشتر پی میبرید که هر چی داریم میکشیم به خاطر شرکمونه، به خاطر بی ایمانیمونه، به خاطر ترس هامونه، به خاطر قدرت رو از خدا گرفتیم دادیم به غیر از خداوند. این همه قرآن در موردش صحبت کرده، این همه گفته. شرک زندگی انسان رو میتونه نابود کنه. به خدا کافیه تو عرش باشی، تو هر کجا باشی، فقط باور کنی نه یه عاملی، یه کسی، یه فردی میتونه با تو حال نکنه و تو رو اون بالا بندازه پایین. به محض که اینو باور کردی از اون بالا میفتی پایین. به خدا کافی قعر باشی ولی باور کنی که خداوند تنها مالک جهانه و قدرت داده که زندگی تو هر جوری که بخوای، هر جوری که اراده کنی، مسخر تو کرده بسازی و بیای به هر کجا که بخوای برسی. این اون چیزی که من دوستم نمودش صحبت کنم توی قرآن. این اون چیزی که کل قرآن نمودش صحبت میکنه. برید بخونید آیه ها رو، برید بخونید، برید بفهمید که تمام مشکلات بشر، آنچه که به نام مشکل داره یاد میکنه به خاطر شرکشه. تمام بیماری، بدبختیش، ترساش، نگرانیاش، جنگاش به خاطر شرکشه. و باور کنید خدای خودتونو و باور کنید و ببینید که اون خدایی که قدرت زمین و زمان، قدرت جهانیان دستشه، اگر باورش کنی ببین چه قدرتی به تو میده، چقدر سرتو بالاتر میگی، چقدر محکمتر راه میری، چقدر محکمتر قدم برمیداری، چقدر محکمتر هدف سازی میکنه برای خودت، چقدر قلبت ایمانش قوی تره.